سلام و خسته نباشید دوستای عزیز. انشالله که جور و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. بیادر مسئولیتی ها زیاد است. به خدا یگان دوستا زنگ میزنه، پیام میده در واتساپ که شمارهای ما رو جواب نمیدین، تلفن‌های ما رو جواب نمیدین. به خدا گرفتار هستیم. از همگیتون عذر میخوایم اگر زنگ زد نمیتونیم، موبایلتون گرفته نمیتونیم. از همین دریچه برای همگیتون سلام، خسته نباشید برای همگیتون عرض میکنم. آمدیم از ما خب بیادر ایسای که امی یک مسئله است که میگه امی امروز یک نفر برام گفت که دمی فقط تو دکان افغان مارکت دیدی. او بیادر مسئله افغان مارکت نیست، گپ در کجاست که اینمی کیفیت مهم است. کیفیتی که در افغان مارکت هست سیکو در این کوچش در این بغل. او از برای خدا این بغل دیگر نشان بدم که زارترق میشی. این بغل سیکو خلیفه بلای تو بگیره. این بغل سیکو خدا راستی افغان حلال مارکت یک خاصیت داره که جنس اصل میاره، جنس اصلی جنسی میاره با کیفیت که بخوری از مزیش دیگه هیچ یکی خلاص. یک چیز من امروز حواس از این کده بودم که بیایم یک چی بخورم، کرملول بخورم. بسیار شوق از این داشتم که کرملول بخورم یا فرض مثال نان خامه‌ای بخورم. مگرم همین نظرم گفتم باش که سعی کنم بیادر دم اینجا پیدا خواهد شد نشد بیادر همین تا بده و بالا بده و خلاصه همین نفرش ما یک پیدا کنم که سری صدا کنم که آیا همین چیز داره نداره. سعی کنه گوشتکای تر تازه. اولا ما پشتی نمی میگشتم با خدای نه ایشان پیدا کردیم حلال پاک. واه سعی کن مرغان سعی کنم تو آماده تایر لغز بخود پیشت ماندگیست. او جانم زبان سعی که میگه بیا مرا بخو گردگه کار سعی کن این دلکار سعی کنم. وای هرچی که بگم کم گفتیم بدر خیلی باشه. او بیادر اول خود سلام علیکم. بیادر هم دل ما بیخی هم تو لق پق میزنه. اما باندیم کنی یگان چیزی شیرنگکای وطنی مثل کرملول کلچه وطنی خوبش کلچه خامه‌ای برتاوله پیشکیز خارزار نون وطنی یعنی کلچه خامه‌ای. الله وی با خدا اینو من معطلش بودم نان خامه‌ای میگه پیدا شده. الله ایره میبینی که ما یک ذره شکرم داره. خب خیر مراعات میکنم. دو سه تاشو میمونم هفته بعد. وی جانم نکو که خدا راستی زار کفق میشم. وی الله گمش کو طولش کو نمون شور بخوره نمونش. الله یک تاشو خود بسم الله الرحمن الرحیم. دوستم دیگه عفو میخوام از کلگتان عفو میخوام. این شما ایتون سعی کنین این من میخوام. نوش جان واقعا مزه‌دار است. نه کاغذ بدی که لبریزیمو بکنم با خدا دیگه شیرین و مزه‌دار است. آدم مجبور میشه که دیگه تاب نمیاره کم در کس پیدا شو که تاب بیاره. شما خوب هستین بیادر بخیر هستین صحتمند و یه صدقه کایتان شما. گندنه رو میگم گندنه رو آقا بهوده گندنه بامیه. اون دیگه دوستان مزاحمتان نمیشم. آمدین نفر امروز برای من پیام شخصی داده بود که تو افغان مارکت ما کم گرفتیم. گپ در افغان مارکت نیست که ما ایره ما کم گرفتیم بیادر. کیفیت مهم است. گپ اول کیفیت میزنم. تو باور کن که جنسایی که در اینجاست فکر نکن در دیگه جای پیدا میشه. با دلتون دیگه من خود چیزی گفتنی ندارم. این که برای من کدام ما میخوره نه ولی جنس با کیفیت میره. به اومد صدقه که تان شوم. بدرود تا